ما به نحوی رفتین و در دند غوری با طالبان معامله کردین و این منطقه را به طالبان سپردین. چرا؟ تشکر. اول سلام و احترام به تمام بیننده و شنوندگان تلویزیون طلوع. در قدم دوم ما تاسف میکنیم شما به حیث یک ژورنالیست مستعد و جوان واژه‌های ایرانی را بسیار خوب تا و بالا میکنین، ولی از زبان ملی افغانستان، زبان خود ما پشتو، چیزی نمیفهمین. شما مثلا واژه ایرانی چه است آقای وزیر؟ اگر شما پشتو را میدانستین و میفهمیدین، شما یک دفعه این سند ورق میزدین و ایرا محتوای از را شما تحلیل میکردین، میفهمیدین که او چی نوشته است، که ما یقین داریم که شما او را نخواندین و نمیفهمید. آقای وزیر چه است اون واژه ایرانی که استفاده کردیم؟ همیشه در پروگرام‌های خود چی است؟ یک واژه را میشه بگین؟ ببین او واژه را باز یک وقتی دیگه میشه بفرمایین. حالا شما باز کردین این بحث را، شما با عنوان وزیر اقوام و قبایل بفرمایین واژه ایرانی چی است؟ سی چیزه شما حالا متهم کردین مرا که واژه ایرانی استفاده میکنم. چی است اون واژه؟ همین واژه خودش لغت افغانی نیست. چی است اون واژه؟ همین واژه خودش افغانی نیست. ما لغت میگیم که شما استاد زبان هستین آقای منگل؟ بله. در کجا؟ سندتون چی است؟ 15 ادبیات خوندیم. ادبیات چی را؟ ادبیات چی را خوندین؟ آقای منگل شما اتهام وارد میکنین، پاسخ بتین. پاسخ بتین. اسم ما یما است. هر چیزی که هست شما بفرمایین کدام واژه را ایرانی میگین؟ شما سی چیز اتهام بستین که ما امروز میخوایم برای تصفیه بکنیم. آقای منگل اینجا جای تصفیه نیست. این اتهامی است که نمایندگان شورای ولایتی بر شما وارد کردن. شما پرداز دادین به شکل انحرافی. پرداز یعنی چه؟ به شکل انحرافی. پرداز یعنی چه؟ به شکل کتمان حقیقت، به شکل دروغ، مغرضانه. در کجا آقای وزیر؟ در کجا؟ تعصبانه. در کجا؟ دمی سند دمیر برنامه قبلی. چه وقت؟ در برنامه قبلی مگر معین وزارت شما آقای احمدزی تشریف نداشتن؟ چرا؟ شما نوشته کردید. آقای وزیر وقتی شما این گونه اتهامات می‌برید شما بس به این شکل دوام میتین، ما دیگه بس اصل موضوع بغلان گپ میزنیم. بفرمایید اگر اجازه میتین. ولی شما با آشیه دارین میرین. شما گفته بودین که وزیر و هیئت دند غوری را با طالبان واگذار کرد. این اتهامی است که شورای ولایتی بغلان گفتن و شما اون گزارش را. رئیس شورای ولایتی خودش امضا کرده. خب نمایندگان شورای ولایتی. رئیس شورای ولایتی را کی تعیین کرده؟ رئیس شورای ولایتی اینجا حرفش نیست. آقای وزیر شما اون گزارش را ببینین. نمایندگان شورای ولایتی گفتن. سر موضوع گپ بزن. دیگه از موضوع زیاد نو شما آقای وزیر محمد حنیف کوگدای عضو شورای ولایتی، محمد ظریف عضو شورای ولایتی. محسنی کی است؟ این شما بگین. محسنی رئیس شورای ولایتی است. محمد ظریف رئیس منتخب شورای ولایتی ولایت بغلان محسنی. شما اعضای شورای ولایتی را به رسمیت نمیشناسین؟ میشناسیم. پس چه؟ میشناسیم. پس چرا میگین که این حرف ما گفتیم؟ امضا کی است؟ از هر کی باشه، این یک فرد است. اینا اجازه بدین. ماده هفتم را بخوانین. اینا اجازه بدین. ما امیر شما بخوانید. شما چرا میخوانید؟ ماده هفتم را بخوانین. ماده هفتم نوشته است شما این منطقه را واگذار کردین به طالبان، نه اینکه تفاهم کردین. امیر غلط گفتن. دمی سند شما واگذار پیدا کنین. با پیشتر که گفتیم که شما پشتو را یاد ندارید. خب این به صراحت گفته نشده، اما نمایندگان شورای ولایتی این مسئله را گفتن. امیر شما بخونید. خب بگین شما چرا میگین؟ شما پیشتر خواندین ماده هفتم را. شما گفتین که بی جای دزدی نکنید نیروهای تو خوانده میتونی، ما برات خواندیم فهمیدید. ماده هشتم را بخوانین آقای وزیر. خونده میتونی خودت؟ بفرمایید خواهش میکنم. اگر خودت خونده میتونی بخوان. بفرمایید خواهش میکنم، چون این سند را شما امضا کردین باید بخونین. یعنی اینکه وقتی میگین بدون اجازه موی سفیدان کسی کار نمیتونه، شما با عملا بستین دست و پای نیروهای امنیتی را. ماده نفهمیدین هیچ نشونیدین. آقای منگل در این ماده صراحت همین است که بدون اجازه موی سفیدان کسی حق بازداشت مجبور نداره. حسن نیت به خاطر همکاری خوب با موی سفیدان، با موی سفیدای قوم. این تو نه قوم میفهمی؟ نه میشناسی، نه مناسبات وطن خبر داری، نه جامعه را تو درک کرده میتونی. جناب وزیر شما چی خبر دارین؟ ما خبر داریم. شما وزیر دفاع هستین؟ شما ساختار اجتماعی جامعه را که درست درک کنین. افغانستان یک جامعه قومی است. هنوزم در وطن سران قوم، موی سفیدا، مترفزین قوم
فیصله میکنه، امنیت آورده میتونه. پس قانون چی؟ ای کاش ما در پس کل قانون چی؟ افغانستان اگر سران قوم اینجا تصمیم گیر هستن آقای وزیر، قانون در این کشور چی؟ قانون البته قانون متضرر نمیشه. اینجا که میگن بدون اجازه موسفیدان کسی حق بازداشت مجرم را نداره. اگر یک کسی غلطی میکنن موسفیدا او را میگیرن. با موسفیدا چه کار هستن؟ چرا نیروهای امنیتی نمیگیرن؟ صبر کنین. شما نمیفهمین که شاید بسیاری وقتا مردمای بیگناه بندی شده باشن با اساس راپورا؟ در کجا؟ میشن در بسیاری جای میشن. مثلا یعنی در بسیاری مناطق افغانستان صورت میگیره. در کجا؟ شما به عنوان وزیر دارین شواهد و اسناد؟ از یک جای بازار انتقال میدن جای دیگه دو وقت حالا مشخص است آقای منگل، مشخص است از کجا به کجا این بیس‌ها انتقال داده شده؟ میگم بشنوین، هر جایی که بوده ما را با شما پرسان کنین. شما اطلاعات ندارین در این مورد؟ برای ما ولی اما قدر گفت که ما تصمیم داریم یک دو بیز در یک منطقه است او را تغییر میتیم یک جای دیگه. به چه دلیله؟ شما پرسیدین؟ دلیل خودشان. شما نپرسیدین که این بیزها اونجای مسئولیت زیاد بود یا مسئولیتش کم بود؟ در کجا انتقال یافته اینها؟ شما نمیشنوید گفتم. شما نمیفهمین که از وزارت دفاع یا پرسان بکنید؟ نه اون مسئولیت ما نبود. پس شما چگونه رفتین این مسئولیت را پذیرفتین که تفاهم امضا بکنین برای یک مسئله امنیتی؟ شما وزیر اقوام و قبایل و سرحدات هستین. ما بیشتر براتون گفتیم یک بجای چه نشوین. خب درست گپ بدن منطقاً. حالا شما پاسخ سوال را ندارین آقای وزیر. پاسخ سوال را داریم. همین بیزهایی که میگن انتقال پیدا کردن در کجا رفته؟ این را به وزارت دفاع پرسان کنید. شما در این سفرتان پیدا کردین این علت ها را؟ او بخش علیده است که باز ما به ارگانهای خود راپور دادیم. خب در اینجا مردم میخوان بدانن. اینهاش فیروزالدین ایماق معاون شورای ولایتی بغلان است. سند چی میگه؟ نیروهای امنیتی را موظف. حالا وقتی پرچم بالا است سند شما را قبول بکنیم یا پرچم طالبان را که در دند غوری به قول آقای ایماق معاون شورای ولایتی بالا کردن؟ که اگر نیروهای استخباراتی و امنیتی تحرکات دشمن در منطقه میبینه باید مطابق قانون افغانستان عمل بکنه. دست و پای بسته نیست. عملیات کردن میتونن. ولی شما گفتین که باید بدون اجازه موسفیدان کار نمیتونن. یعنی در اول اگر حکومت بشینه بحث بکنه خوب است. حالا این کمیته کجا است وقتی پرچم طالبان بالا است و به صراحت طالبان تبلیغ میکنن؟ ما آیت ما رفت هیچ پرچم طالبان رو وجود ندیده. پس شما حرف آقای فیروزالدین ایماق معاون شورای ولایتی است. شما که در کابل حضور دارین ما جنرال که وجا روان کردیم 3 نفر جنرال در محل گشت هیچ بیرق طالبان را ندید. حالا این حرف معاون شورای ولایتی او حرف 3 نفر جنرالی که وزارت دفاع و داخله در منطقه رفتن شما حرف کدوم قبول این را فکر میکنین؟ پس ما حرف آیت خود که او اعزام کرده بودیم پس برای ما آمد اطمینان داد که در منطقه امنیت است مردم به کاروبار خود مصروف هستند. حالا اگر این سند شما نتیجه نداد به عنوان وزیری که یکی از نماینده های مجلس میگه که مسئولیت هم نداشتین در قبال ازی، خب ما رئیس جمهور ما توظیف کرده بود مسئولیت داشتیم. حالا اگر این سند نتیجه نداد خب فکر میکنین چی خواهد شد وضعیت؟ اگر سند نتیجه نداد ما امروز گفتیم که شما خود را به عنوان وزیر سرحدات مسئول میپندارین؟ اگر این سند نتیجه پس چی؟ چرا امضا کردین؟ فعلا امی سند هست. اگر این سند نتیجه نداد شما خود را مسئول میدانین؟ قطعا نه. پس چی؟ برای فعلا صحیح است. اگر نتیجه نداد کل اسناد تا ابد اگر نتیجه نداد چی؟ کدام سند است که تا آخر عمر او اعتبار داشته باشه؟ این تو سند است غیر از قرآن عظیم‌الشان؟ غیر از قرآن عظیم‌الشان امضا کردین در سندی که تضمین ندارین که این اجرام فعلا در منطقه فیر نیست، انداخت نیست، مردم زندگی میکنن ولی بیرق پرچم طالبان بالا است تبلیغ وجود نداره. شما رد میکنین حرف شورای ولایتی را؟ قطعا وجود نداره. سپاسگزار. حالا باید دیده شود